ای بدبخت مترا نگفتیم که این محله هوی بخه دریجه ها دیگه تو نخه ما که گفت زدم مرا نگاه که حیوان فهمیدید پدناله بر رئیست بگو که من موقعم وای مکنه. چی گفته ایستاده شما؟ با طرفی کیم واهمه دارید؟ جورا من دوم خوده کردم. اکا جان نازن سوزن تینجین بردم اکن فرزندو خونه همه طرفه تینجه اکسی میفوره اکا دوله میگیری چی میگیری گرفتن گیر اکا جان اینجا محله خطه چیگه پس اینجا ها؟ شوکت چی شد شوکتی ترسانچک؟ کمی پیش واهمه داشتی کو؟ اکا استغفرالله یک بار همین روی نورانی مرا نگاه کن نخواد من واهمه کنم اکا جان خاموش باش با پایت یک تیر میپرانم تو که عقلت بسرت آید. اکا به خدا التماس اکا جانی خیلی نکو در نامت مرم اکا به خدا تو فیلم اکو دین خریدم کو 250 150 مش دادگی نیست اکا در نامت مرم اینا پروندی پوچه من چلوغ شد همین چی فایده میگیری اکا التماس اگر یگون زمینه پمینه داشته باشی بیا برام موقع چوبک پابک کنم این فایده میشه وقتی نه کمیسر مراد ای شوکت یک بار سرت رو در بلا نگذار سرت رو یک بار در بلا نگذار اکای مراد چی وای ما داری بچه هم کاری همین مرده که من خودم حل میکنم چی دخالت میکنی خاموش باش حل میکرده است تو در این حیات چی رو حل کرده ای اکای مراد مرا گوش کنین همین گپایی که شما گفتیستین در این محله عیبای به خدا اکا گوش کن شوکت با سرت بلا نخر اگر با سرت بلا هم آمد به من زنگ نزن به همین من رقمای تر ندارم حیوان به من زنگ نزن رنگی کلتکیلس گفزه توبه شوکت کارهای بیمعنی نکن با چنین کارت سرت در بلا میماند اگر به بلا هم گرفتار شدی مرا زنگ نزن فهمیدی آنها کمیسر گپای برادری مرا گفتی توبه استغفرالله خوش آمدی اکای کانون من خوش آمدم ولی این کاری کرده ای تو خوب شد مگر ها؟ چی شد؟ آخر تو سنم رو دوست نمی داشتی؟ من سنم رو دوست می دارم اکای کانون پس چرا با بالای من را برآمده فریاد زده گفتی که سیرم رو دوست می دارم؟ اکای کانون خطا شد از من سنم رو دوست می دارم چه خیل خطا آخر چه خیل خطا همه این محله درباره این گپ زده ایستاده است باز مادرت دعوتنامه توی رو تقسیم کرده ایستاده است اکنون من از این مشکلی چه خیل می برایم اکای کانون هجری تو اکنون سیرم رو دوست نمی داری دوست نمی دارم اکای کانون این را بر وقتر نگفتی هجری قریب بود که دلم میزد میمردم چرا تنجس اکای کانون اکای کانون من اکنون دلی سنم رو چه خیل به دست میورم هجری آن کار آسان است با عهده من سپار من هر دویتان رو در یک دل جای میکنم ای جانی من شیر بچه من قول بیده قسم خور چه خیل قسم هجری چه خیل قول گپی ما خودش قول است ای خدای خدا باز قسم میخوردم خدا از شما راضی باشد اکای جان انشالله میشود ای مرک چیکار کرده ایستاده ای؟ اگر کانون دیوانه فهمد که پولها رو گرفته ایم هر دویمون رو پویس میکند نه میفهمد نیم ساعت پس پولا را برده در جاش میمونیم در آخر این 10 میلیون اکای شوکت 40 میلیون میکنه در آخر ها یکی پولها رو از دست دهیم چی؟ تو گپا نمیفهمی ها؟ تا وقتی که ما در کانون دیوانه کار میکنیم از می دختر شما دا میتیه یگان کار کرده باید ما خود ما شیف شویم بیدار شو هم به سر منگون بلا بیه کلتکیلس آمده ما رو نجات میدیه راحت باش تو رو نجات میدهد و ما رو میکشد تو زیغ نشو من در سر قولت آمده فاتحه میخونم
گوشکو پیش کازینو در اومدن باید ما تو رد کنیم فهمیدی؟ برکتی بازی دیگه میشود ایسی رو از روی من نه ترس انا ایره بلندی تقدیر میگم ای با چه خطه به دست بگی چه کدی؟ جمع که پلوره تشکر برای بازی ما اکنون میخیزیم همین خیلی خیستیم سامی بیشی جوته 5-6 میلیون دیگه کار کنیم باید میریم سعید احمد بکش بچه همه سومها رو گذاشتی؟ تیگر آرام من میدونم این عبت همو میبریم تزو کرال دارم اینه دست ما بسیار زور آمده است ایوا ایوا شوخی ها شوخی ایوا ایوا ما مردیم نه مردیم زنده ایم سراسیما نشو حضرتو اینه کلیتوی بینتلی ایستا برادر تو کیستی کجا میروی؟ نزد رحیمی سوارچیک میروم کجا؟ بلا زند برادر؟ چی شد؟ بخدا ما ماشین نمیتونم التماس برادر پول مولا همه جا بگیره آشنا شوند ماشین نگیره که کانال ما را بخدا نمیتونم ماشین تنها یک ماشین داره مگر این رو بگیری بعد ما چی خلده کرده اکی ماشین جالا بخدا خودت ماشین داری نکنم یا ماشین ما را بگیری التماس بسیار گام نزنید کلید را دهید کلید رو گذار با بالای نیست حالا کلید رو گذاشتی برو نکشید سامی بلا بزند سامی نمون ماشین که کانال میکشن کانال پرسم هم میگم سامی مون ماشین شوکت باز که مربازی ها؟ خدا بی شما هم که مردکای داشتگی یا ماشین همه بکشی اینجا چیکار میکنید ها؟ تو کی هستی باز؟ به من گفتن که اینجا بازی کلان است خواستم بختم رو بسنجم کمیسر مراد برای نجات دادن این آمده است نجات داد میتیا این بچه اوچه یا نجات داد میتیا راست ترمال میبرن حالا بی دیر مانده برادر امروز بازی تمام شد تا من تمام نگویم هیچ چیز تمام نمیشود بچه شو مرکز در مکان حادثه هستم آماده اینها را برید فهمیدم سردار علاقه تمام کانی بجایت گذر سمی تورت فایده کرد کمیسرم شوکت و سمی خاک پایتان شود اولا برای ما رو نجات دادن از شما منت داریم کمیسرم بعدا با بیعقلی نکنی ما و سمیرم بر زندانی کنی درست شوکت باز که مربازی کردی ها؟ باز که مربازی کردی این چندون بار است؟ این چندون بار است ها؟ چخیل چندون بار مراد کمیسر این یکم بار است شوکت و من در باره کنار گپ نزن از راستی که سرم حالا بسیار ویران است خدا جزایت را دهد تو دیگر اصلاح نمیشوی کیرف جون
вазъият бисёр муташиннаш аст. ба худо ёрдам накунӣ мекушам. وای شوکت تو مگر با من فایده میاری که با میزی قمار میشینی؟ ба худо ҳамаи маротиба охирин бор, охирин. بس کن شوکت، از برای خدا بس کن. برای نجات تو من چیکار کردم؟ همچون ایمان اومده آدمان رو خانه کردم، موشزن شده بعد این برآمده موش خوردم. من دیگر چیکار کنم؟ اما تو هیچ با عقل نمیشه. برادرم باز به خاطرم اومد. پولهایتان را برگردانده گیرید. یعنی ما رو حاضر به امنیت نمیبرید کمیسر؟ خاموش باش. پولهایی که از کنعان دیوانه گرفتید باز پس گردانید. بخشش کمیسر، ولی شما از کجا میدونید که این پولهای کنعانی دیوانه است؟ دیگر از کی میگرفتید ها؟ البته از کنعان دیوانه. راست میگی به خدا، ما دیگه کی میگیریم؟ اخی با شما پولا رو جمع کنیم، همه یاردم کو جمعش کنیم. بگی 100 میلیون جمعش کنیم. شد ایستید. پولهای خودتان را گیرید. زیادش حرام است.